با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بخشیده به عید نوروز در اپیدرومی به نام عبدالرحیم جمعه فی ناحیه باباجان غفورов مسابقه کشاد ولایتی اوید به پایگاه و بوزکاشی برگزار شد. در مسابقه پایگاه که در 8 دور جریان گرفت، تازنده‌های ماهر با 72 سر اسب گوناگونزاد به میدان سبقت برآمده در مسافه‌های گوناگون مهارت سنجی کردند. دور نهایی مسابقه بین اسب‌های ذات انگلیسی کلانسال در مسافه 2200 متر جریان گرفت. در این دور ورزشکاران با 10 سر اسب بادپای روی میدان سبقت آمده برای دریافت شاهجایزه مسابقه مهارت سنجی کردند. سال‌های آخر در ولایت سوخت خیلی اسب‌هایی که برای مثلا پایگاه بسیاران ذات‌های انگلیسی، ذات‌های اخالتیکینی حکومتی ولایت، من اداره کشاورزی ولایت همین مسئله و هر سال ساحه اسب دستگیری کرده مسابقه‌های تشکیل میکنند. ما بسیار خرسند هستیم. مسابقه‌های بین‌الخالقی گذراندن ما ممکن اگر که ما دعوت کنیم می‌بیایم. دوره نهایی این چهاربینی ورزشی نوروزی جالب و تماشاباب جریان گرفته از بین همه اسب‌ها اسب عثمان خان الیف از شهر خوجند با نام خلیده مسافه 2200 متر را اولین شده در 2 دقیقه 25 ثانیه طی نموده به گرفتن عنوان غالب این مسابقه مشرف شد. مقام دوم در این سبقت نصیب اسب دیگری عثمان خان الیف با نام رکتور گردید. این اسب را سوارش در 2 دقیقه 26 ثانیه به خط مره رسانید. اسب صابر جان مقصودوف ساکن شهر گلستان مسافه معین شده را از رکتور 1 ثانیه دیرتر طی نموده سزاوار جای سوم گشت. غالبان جایزه‌داران مسابقه با تحفه‌های پولی، جام و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت قدردانی کرده شدند. به غالب مسابقه جام، تلویزور رنگه و 4000 سومانی همچنین به جایزه‌داران نیز تحفه‌های خاطروی را معاونان رئیس ولایت سوخت تقدیم نمودند. سال از سال در تویستان عزیز ما ساحه اسب انکشاف یافته شده است. از قدیم و ایام حتی از دولت سامانیان از وی پیش هم خلق تاجیک به ساحه اسب به ذات اسب اهمیت جدی میدادند. آینده میخواهیم همین ذات‌های انگلیسی و اخالتیکینه در ولایت سوخت انکشاف دهیم و در مسابقه‌های ولایتی تاجیکستانی و بین المللی با نتیجه بلند نایل شویم. از زمانهای قدیم اسب یکی از یاردمچی و همنفسی مردم بوده. در همین نمودهای ورزش در عصرهای گذشته در جنگ‌ها همین اسب‌ها اشتراک می‌کردند. کسی که بالای اسب سوار می‌شود یگان خیل درد و کسلی را به خود نمی‌گیرد. وقتی که جوان مردا اسب سواری را می‌آموزند آنها چالاک می‌شوند، پرقوت می‌شوند، با غیرت می‌شوند. بعد مسابقه پایگاه در اپیدروم مذکور مسابقه بوزکاشی جریان گرفت که در آن تازنده‌های سرشمار از تمام منطقه‌های کشور مهارت سنجی کردند. غالبان این مسابقه نیز با تحفه‌های قیمتناک و مبلغ‌های پولی قدردانی کرده شدند.